زنهای با ستر و با حجاب که استعمال مواد مخدر میکنن، زنهای با ستر و با حجاب که کارهای خلاف عفت میکنن. آقای رحمانوف مثل این که از فاحشه‌خانه هایی که زیر نظر حکومت تاجیکستان اداره میشه و از کشورهای مختلف مردهای غیر تاجیکی برای خوشگذرانی به تاجیکستان میآیند، اینها ننگ و ناموس شما هستن آقای رحمانوف. این زنهایی که حجاب ندارند و تنفروشی میکنند در تاجیکستان به خاطر یافتن لقمه نانی که شما از دهن اینها دزدیدید و نزدیکان شما دزدیدند، حاضر است دختر تاجیکی تنفروشی بکند، اینها ننگ و ناموس شما نیستند؟ یا شاید در قاموس ادبیات امام علی رحمانوف ننگ و ناموس ترجمه و تعریف دیگری دارد؟ اگر شما ننگ و ناموس می داشتید جلوی تنفروشی دختران تاجیک رو می گرفتید که به خاطر فقر و بدبختی و فلاکت مجبور شدن که در مقابل چند دلار تنفروشی بکنن. آقای رحمانوف، شما برید در اطراف دوشنبه و شهرهای دیگر تاجیکستان، از حال ملت بیچاره و بدبخت خبر بشید، از حال اون جوانهای تاجیک خبر بشید که پدر، مادر، همسر و خانواده خودش رو رها کرده امروز به بدترین کارهای مشقتبار در روسیه و در کشورهای اروپای شرقی مشغول است، به خاطر ظلمهایی که شما به ملت تاجیک کردید، به خاطری که درآمد این ملت رو دزدیدید، به خاطر که ثروت‌های این ملت رو دزدیدید. اگر شما معنی ننگ و ناموس رو میدونستید، کمی به فکر مادران و زنان و خواهران و همسران تاجیک ها می شدید. سرمایه های ملی رو شما به سرقت می برید، اموال مردم رو به شکل های مختلف شما به سرقت می برید و این همه زنهایی که بدون حجاب دزدی می کنند، مخدرات استفاده می کنند، تنفروشی می کنند، سبب میشه که انسان همه زنهایی که حجاب ندارن اونها رو همه رو متهم بکنه. نه خیر، اینو هیچ انسان عاقلی نمیگه. شما چطور حجاب اسلامی رو که الله سبحانه و تعالی امر کرده و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امر کرده مخالف با فرهنگ تاجیکستان میدونید، مخالف با عادات و تقالید تاجیکستان میدونید؟ شما که دم از آزادی و دموکراسی میزنید، بگذارید مردم هر چی دوست دارن بپوشن، این است آزادی واقعی. اما این که مردم شرابخانه درست بکنن آزادند، اما مسجد درست کردن ممنوع است. مردم تنفروشی بکنن آزادند، چون این جزء ننگ و ناموسی است که شما بهش افتخار میکنید. اما وقتی که همین زن مسلمان تاجیکی خواست حجاب بکنه، خواست پایبند دین باشه، شما نمیگذارید؟ این که ایشون میگه من نمیگذارم، این همون منهج و روش فرعون است، همون منهج و روش نمرود است و تواقیدی که در طول تاریخ بودن و تاریخ ثابت کرده که اونا نتوانستن در مقابل دین خدا دوام بیارن. آقای رحمانوف، شما یک روز میری به زیر خاک و ملت بزرگ تاجیکستان میمانه و شما چه بخواهی چه نخواهی زنهای تاجیکستان حجاب خواهند پوشید، مردان تاجیکستان ریش خواهند گذاشت، ملت تاجیکستان هزاران بلکه صدها هزار مدرسه و مسجد خواهند ساخت. اما برای شما غیر از رسوایی و بدبختی در دنیا و آخرت چیز دیگری نخواهد بود.